چی شد که مردها باعث شدن زنها زایمان رو خوابیده به پشت انجام بدن. 1 سال پیش در مورد این موضوع صحبت کردم و اون پست خیلی جنجالی شد و برای خیلی‌ها جالب بود و دوست دارم که در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. همونطور که می‌دونیم در گذشته خانم‌ها توی وضعیت‌هایی مثل وضعیت‌های ایستاده، نشسته، نیمه نشسته، مثلا اسکوات یا حتی دو زانو زایمان رو انجام میدادن، به خاطر اینکه انگار بدن خودش میدونست که به خاطر فرمی که آناتومی که لگن داره و با استفاده از قانون جاذبه میتونه توی این روش‌های ایستاده، نشسته، نیمه نشسته از این قانون جاذبه کمک بگیره و کمک بکنه که زایمان راحت‌تر اتفاق بیفته. اما قرن 17 میلادی مسیر زایمان برای همه چیز تغییر کرد. گفته میشه که لویی 14 پادشاه وقت فرانسه علاقه داشته که زنان رو موقع زایمان ببینه. حالا بعضیا میگن این علاقه شخصیش بوده، بعضیا میگن این از رسم و رسومات دربار بوده و بعضیا میگن چون زمان زایمان تعداد خیلی زیادی توی اتاق زایمان بودن، دوست داشته که حضور پیدا کنه که مطمئن بشه بچه رو جابجا نمیکنن. پزشک دربار پیشنهاد میده برای راحتی کار، قطعا راحتی کار خودش و راحتی کار پادشاه، مادر باردار خوابیده به پشت زایمان رو انجام بده، فارغ از اینکه آیا این پوزیشن اصلا برای مامان باردار به نفعش هست یا نه، این پیشنهاد رو میده. جالبش اینجاست که چون در دربار فرانسه هر کاری که انجام میشده خیلی سریع به کل اروپا پخش میشده، یواش یواش این مدل زایمان تبدیل میشه به مدل متمدنانه زایمان و حتی گفته میشه که افرادی که دیگه توی پوزیشن‌های قبلی ایستاده، نیمه نشسته، دو زانو زایمان میکردن رو عقب مونده میدونستن. اما علم مدرن الان نشون میده که اتفاقا اون وضعیت‌های قدیمی چقدر به نفع مامان و چقدر به نفع جنین هستن و توی روند زایمان میتونن پروسه رو راحت‌تر بکنن. نظر شما چیه؟ به نظر شما چرا این روش همچنان یکی از رایج‌ترین روش‌های زایمان هست؟